حقیقی پاس طولی رو به نوری میده. حالا فرصت برای بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه و پنالتی. اعلام پنالتی برای تیم پرسپولیس و یک کارت زرد هم برای عسگری. بازی خوب پرسپولیس در این دقایق بالاخره یه حاصل برای اونها داره، اونم پنالتی که اونجا به دست میاد. خود عباس‌زاده پشت تو قرار گرفته. این صحنه منجر به پنالتیه، خطایی که اونجا اتفاق افتاد. پاس خوب نوری و عسگری که اینجوری خطا کرد. ببینیم سرنوشت این توپ چی میشه. عباس‌زاده دورتیز کرده. مجتبی روشنگر با دقت همه چیز رو زیر نظر گرفته. داورم دستور میده که بازیکن‌ها پشت قوس بایستند. حالا عباس‌زاده دورتیز میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس. دو تا بازیکن میرن رو برمیاد تا سریع بیارن وسط زمین و بکنن بازی رو شروع کنن. 77مین دقیقه مسابقه پرسپولیس بازی برمیگرده. اعتراض آقای مرزبان هم که به حال مثل همیشه مربی‌ها به داورا اعتراض میکنن.